امام حسین این بار تکی لختش میکنه. الو اشکان خوبی؟ جانم میگم من ساعت چند گفتی من با مبین بیام اونجا؟ 7:30 به زنگ میزنم بیا. میگم ناموسن تو اون قضیه رو خدا وکیل اون حرفو نزدی؟ من نزده باشم میگم آره همچین حرفی بوده من اینقدر چی بگم. مبین یه جور زنگ زد به من گفت آها سلام علی خوبی کجایی؟ گفتم جانم مبین چی شده تو کجایی؟ برگشت گفت دوست بودیم ما خبر نداشتیم. گفتم چی شده؟ من تا حالا خونه شما اومدم مسئله دارم. گفت نه اشکان برگشته بهم گفته علی کوچولی یه روز اومده بودن خونه ما گلیوم بکشن بعد علی کل خونه ما رو نمیدونم دوست از وسیله‌های ما رو دزدیده. آها خب اب نداره داداش اگه باور نمی‌کنی من گروهونو میارم اونجا با دهنه اونو ببینیم چی میشه. حتما زنگ میزنی ها حتما بیا اون قضیه رو برای من روشن کن. خب امام حسین این بار تکی لختش میکنه. اون موقع شوخی نکشیم اونجا شوخی لختش کردیم الان تکی یه جور میزنم خودش لخته. من میاد مثلا این حرفو میزنه میخوری فوش میدی مثلا اینکه چی الان مثلا میگه خودشیرینی کنی در طبیعه نمیزنی اصله کامله. بیا پایین بیا که با تو شوخی ندارم. بیا پایین بیا اینجا بابا بیا اینجا علی دو این دقیقه بیا بشین اینجا دادا نشینید بغل دستم من اصلا حرف نمیزنم. زشته کثیفه مستحجن فساد و انداختی اومدی اینجا نشستی قشنگ رو ما فساد انداختم آقا حرف حقیقت زدم دیگه. فساد چی انداختم؟ خب داستان رو تعریف کن. میگم که تا نشینید اینجا من حرفی نمیزنم. تو بیا بشین بیا بشین اینجا یه دقیقه بیا بشین اینجا. خب آقا ما نشسته بودیم زم بود و فلان نشسته بود داره با کی نشسته؟ گرفته بود با کی نشسته؟ اینجوری نشسته بود کی؟ فرنوش خانوم هم بغل دستش و فلان اینا. کی؟ عمم تو دیگه. بعد خودش توضیح بده آقا فکر کرده من اینجا دارم گم میخورم اشکان بعد میسکال طرفو بگی علی اومده خونه ما فلان دست کردی یاره علی از اگه بعیده ولی چی دیگه برگشتم من اصلا تو جمع نبودم برگشتم رفتم تا که دیشب دیدم فرشاد بود و بعد همون تو اون یه تیکه بودی تو. چی؟ تو اون یه تیکه بودی تو. آره دیگه حرفتو زدی من داشتم میرم من سرکار اومدم. فرنوشو من چند بار دیدم. من با کی دیدم؟ اونجایی که من بودم با من میگیردی برگشت من میریزی؟ فیلمو داری میریزی؟ آقا دختر حرفو زدی آقای اشکان خان عینک تو در من؟ دست بزن عینک دست به من بزنی الان من احسان رو نتونه نه عینک تو در من چی شد؟ آقا من یه چی بپرسم یه چی من بپرسم هر کاری بکنیم. تو زنگ زدی به من چی گفتی؟ بگیشم اشکان گفتیم خب بعد من زنگ زدم به تو تاریخ جدید تاریخ دقیق رو بگو کی بود؟ داشت تاریخ دقیق من نمیدونم زور نهار چی خوردم. بگو چند هفته چند روز پیش بود؟ تو دیروز به من زنگ نزدی گفت نه اشکان دیروز وایسا جدی حالا بگو چی بلند کرد من اصلا الان مسئله شوخی ندارم سر کار اومدم. من اصلا اون موقع اومده بودم مبین من اصلا اون موقع اومده بودم اینا رو همه رو خودش هم شاهده دیگه همه رو ریخته بودیم داخل ساک رفتیم پایین من ناموسن در رای بردم. آره خب چیکن بگو کی بوده؟ یه هفته پیش بود کی بود بگو. خب 10 روز پیش یعنی میشه کی دقیقاً میشه یادم نمیاد ولی خب 10 روز پیش میشه 10 روز 2-3 روز مونده به محرم. پیش هم دیگه بودیم 2-3 روز مونده به محرم قبل اینکه من برم مشهد. تو کی رفتی مشهد؟ من 2 روز قبل آشورا قبل اینکه بریم مشهد این حرفو زد. قبل اینکه برم مشهد کی رفتی مشهد؟ آشورا تا سوها رفت. آشورا تا سوها رفتی؟ قبل آشورا تا سوها من با کی بودم؟ امروز صبح عینک تو درم کاری ندارم. یه چی بگم نه وایسا یه چی بگم یه چی من به تو بگم امروز صبح تو من زنگ نزدی به این قضیه رو بهم گفتی. اصلا بیا پایین وایسا ببینیم چی اونجا بود این هم حرف اومده مثلا به تو زده رو بیاد اینجا ثابت کنه. اقرار کنی
زنگ بزنه. زنگ میزنه عرفان. چی میشه دقیقاً؟ قبل آشورا که تو بدی مشهد. بیا زنگ بزنه عرفان. بذار من خودم زنگ میزنم. فقط بهش بگو قبل آشورا من تو باش. من خدا وکیلی دارم میگم اشکار، خدا وکیلی من یه چیزی زده باشم میام اینجا میگم لش تو رو میندازم. نه تو گنده گوزش باشه. من چی میگم؟ من اصلا حرفی نزدم. آوردی گذاشتم کلی هم با خندید. تماس میده. وایسا ببینم. بذار من خودم زنگ بزنم. وایسا. من داره ویدیو آپلود میکنه. علی خدا وکیلی زشته. زنگ بزن. الو. چی ویدیو دارم آپلود؟ داداش نه منو الان اینجا همه جمع شیام رو اولنگوه. عرفان قبل آشورا تا صبح ما کجا بودیم؟ میگم عرفان مگه من و تو با هم نبودیم؟ اشکانی این حرفو زد گفت علی آره اومده خونه ما وسیله بلند کرده. آره بیا عرفان میگه قبل آشورا تا صبح من و تو کجا بودیم؟ قبل آشورا تا صبح که ما چیز بودیم. قبل آشورا تا صبح ما ولی هست. اوه آفرین من از سر کار برگشته بودم. از سر کار ساعت چند از سر کار برگشته بودی؟ ساعت 12:30 شب. خب من بودم. من نمیدونم. من بودم عرفان یه کلمه من بودم یا نه؟ اون شب من زودتر از همه رفتم یا نه؟ عرفان داشت مگه این حرفو نزده اشکان؟ اون شب من رفتم یا نه؟ چی؟ اینو بده من. اون نخورده دخه. چی؟ زده این حرفو با هم خود زده منو این نگاه. حرفو آقا میگه زده اون شب میگه کجا زده کی دیگه. زده عرفان؟ اون شبی بذارید منم بیام. یه دقیقه نه الان اینو بگو تموم شه موضوع. اون شبی که من این حرف بوده الان میگی من از همه زودتر رفتم یا نه؟ تمام شد. وایسا عرفان بیاد. بالگری کنه کنار رو پا درگیر میکنه و به دنبال ساختمان انداز هست. یه ساختمان انداز 4 امتیاز. آقا دور بی مخمی رو. خب بیا نگرش دار. ول کن. برو چی میگی؟ بابا ول کن اشکان. ول کن منو. اشکان بابا منم دارم میگم سعی ول- میکنید بشین. من جون دو داداش. ساعت دارم یه چیزی میگم شما دعوا نکنید. جون بعد داداش. میشتم میگم میزنید بشین میرم بابا. جون داداش. بلنشین بشین سر جاتون. تلفات دوری مخمیه دیگه. آهو آقا این قضیه هم به خیلی خوشی تموم شد ولی فساد کار من بودم.